و یک حق دین مقدس اسلام به زنها داده. یک حق امروز موضوع ما و شماست، حق نکاح است. در نکاح زن اختیار داره. به اینمی سبب شریعت ای کار را لازم کرده. اگر کدام کس دختر خود یا خواهر خود را به نکاح میته، مجبور است که از اونمو زن باید اجازت بگیره. همراه اونمو زن باید مشوره کنه یک. و دوام در اینمی نکاح که کدام مهر است، شریعت مقدس اسلام مهر را لازم کرده. یعنی اگر شوهر در وقت نکاح مهر ذکر نکرده، هم دین اسلام مقدس بر ذمه شوهر اینمی مهر را لازم میگردانه. و سوم اینمی مهر کی است؟ حق پدر نیست، حق اقربا نیست. اینمی مهر حقی و نمو زن است که به نکاح رفت. تا اینجا علماء کرام نوشته کرده که اگر کدام دختر پدر خود را منع کنه که مهر ما را از شوهر ما قبض نکنی، پدر اینمی دختر پدر حق نداره که از شوهر مهر قبض کنه، حق قبض هم نداره. اینمی مهر خالص حق دختر است. و یک حق مقدس دین اسلام به دخترها کی داده؟ کدام است؟ حدیث قدسی است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که الله تعالی اعلان کرد، الله تعالی اعلان کرد که در روز قیامت از طرف سه جماعت یا سه مردم الله تعالی فرمود که ما خود از طرف اونها دشمنی و مقابله میکنیم. یک همراه اونمو کس الله تعالی خود دعوه میکنه، کدام کس که یک حر یک آزاد انسان را میپروشه. مثل که بعضی مردم اینمی کار میکنه که دختر خود را خواهر خود را مثل یک سامان تجارت اینطور فکر میکنه، برای دخترای خود یا خواهرای خود قیمت معلوم میکنه. پس وقتی که دختر را میته، نه کفاءت و برابری در عمر در نظر میگیره، نه کفاءت و برابری در دیگر چیز، فقط به پیسه نظر میکنه که به ما چطور پیسه به دست میآیه. هر قدر که زیاد پیسه به دست بیایه باید ما دختر خود را یا خواهر خود را اونجا به نکاح بیتیم. اینمی پروختی دختر است، اینمی پروختی خواهر است. و در روز قیامت همراه اینمی پدر و برادر الله تعالی خود دعوه میکنه، در مقابل اونها الله تعالی خود عارض میشه که شما چرا یک حر انسان را پروختی. لہذا در اینمی چیز باید مسلمان ها بسیار احتیاط کنه.